سلام، ستاره ملکخویان هستم، طراح، داستان پرداز و مدیر خلاقیت. توی ویدئوی قبلی راجع به پرزنت اولیه لوگو با هم صحبت کردیم. توی این ویدئو میخوایم راجع به یک سری از صفحات شناسنامه با هم صحبت کنیم. مواردی که توی این ویدئو میخوایم راجع بهش صحبت کنیم اینا هستن: یونیفرم و قطع شناسنامه، جلد و پشت جلد شناسنامه، صفحه معرفی موضوع، صفحه بریف، صفحه کانسپت ها، صفحه رنگ لوگو و صفحه رنگ زمینه لوگو. مثل دفعه قبل پیشنهاد میکنم اگه دو ویدئوی قبلی رو ندیدید این ویدئو رو پاس کنید و ویدئوها رو به توالی ببینید تا بتونید برداشت کاملتری از موضوع داشته باشید. به نظر شخصی من لوگوها توی اندازه کوچیک زیباتر و شکیلتر دیده میشن. پس قطعی که من برای شناسنامه انتخاب میکنم اغلب کوچیکتر از A5 هستش. برای یونیفرم هم سعی میکنم از خطوط ظریف و رنگهای خنثی استفاده کنم تا محصول نهاییم، کار نهاییم زیاد شلوغ دیده نشه و لوگو بتونه خودشو به خوبی توی کار نشون بده. روی جلد شناسنامه رو اغلب خیلی ساده و با یه طرح از لوگوی خودمون طراحی میکنیم. نوشتن کلماتی مثل راهنمای بصری لوگو، شناسنامه لوگو هم میتونه مفید باشه. علاوه بر اینا خیلی خوبه که تاریخ طراحی شناسنامه رو هم روی جلد بیاریم. پشت جلد هم بیشتر مشخصات فردی طراح و راههای تماس اون رو می‌نویسیم تا در صورت لزوم با ما تماس گرفته بشه. صفحه معرفی. خاطرتون هست که تو ویدئوی اول راجع به شناخت موضوع با هم حسابی صحبت کردیم. یه خلاصه از اون مطالب رو اینجا می‌نویسیم. در 1 یا 2 پاراگراف کافیه که این مطالب رو بنویسیم. در ادامه میتونیم متن معرفی آکادمی ناربون رو با هم ببینیم. کلمات کلیدی همونطور که میبینید در اون بولد شدن. کلماتی مثل کیفیت، رشد، تعالی، دیجیتال، آموزش، درخت انار و غیره. در ادامه هم یه خلاصه از تاریخچه تولید لوگو ذکر شده. در واقع یه جمع‌بندی کلی از شناخت موضوع، رقبا، مخاطب و تحلیل اونهاست. حتی میتونیم یه چکیده از کانسپت ها هم بنویسیم. بریف رو اصولا قبل از طراحی می‌نویسیم و این به ما کمک میکنه که یه ایده‌ای داشته باشیم که بدونیم لوگوی ما قراره چه شکل و شمایلی داشته باشه. برای مثال میتونیم بریف آکادمی ناربون رو با هم ببینیم. در انجام طراحی‌های گرافیک آکادمی ناربون باید به تصویر، به خصوص تصاویر نمادین و اسطوره‌ای اولویت داد و اونها رو با بیان گرافیکی ارائه کرد. تعداد رنگ‌های محدود، بدون ایجاد سایه روشن، اشکال ساده شده و استفاده از عناصر بصری مانند بافت، ریتم، حجم و خط و نقطه میتونن به طراحی‌های ما کمک بکنن. استفاده از تصاویر مرتبط با درخت انار و تصویر انار هم اولویت دارد. همینطور میشه از تایپوگرافی در خلق آثار استفاده کرد که گویای کار گرافیک و همینطور آموزشه، چرا که یکی از ابزارهای مهم آموزش نوشتار هست. همینطور برای نشان دادن شادی، صمیمیت میتونیم از رنگ‌های گرم استفاده کنیم، به خصوص رنگ قرمز که با تصویر انار مشابهت داره. فرم هندسی شده تاج انار یا دانه‌های انار هم میتونه به مفهوم نظم، انضباط و کیفیت در آموزش اشاره داشته باشه. تصاویر و نوشته ها باید تا حد امکان ساده باشن تا بتونن روح دیجیتال و مدرن بودن رو با خود حمل کنن. آثار خلق شده باید تا حد امکان فضای جدی، حرفه‌ای و مثبت رو منتقل کنن. برای نشون دادن کانسپت هم همونطور که تو ویدئوی قبلی گفتم میتونیم اونها رو به وسیله آیکون ها یا نوشته ها نشون بدیم.
همینطور یه راه دیگه ای هم که برای نشون دادن کانسپت ها وجود داره اینه که جاهایی از لوگو که کانسپت ها توش وجود داره رو پررنگ کنیم و بقیه لوگو رو کم رنگ بکنیم. در این صفحه رنگ‌های اصلی لوگو رو با کدهای مختلفش نشون میدیم. فقط دقت داشته باشین که تعداد رنگ‌های لوگو خیلی حرفه‌ای نیست که بیشتر از 4 رنگ باشه. از گرادینت هم خیلی در طراحی لوگومون استفاده نمی‌کنیم مگه موارد خاصی که لوگو قراره فقط به صورت دیجیتال پرزنت بشه. کدهای رنگی که در صفحه رنگ لوگو استفاده می‌کنیم اینها هستن. کد رنگی CMYK که بیشتر برای چاپ افست استفاده میشه. کد رنگی RGB که بیشتر برای صفحات دیجیتال مثل موبایل ها و کامپیوترها مورد استفاده قرار میگیره. و کد HEX که کد نرم افزاری رنگ هست که طراحهای مختلف بیشتر میتونن از اونها استفاده بکنن. مثلا وقتی که این کد رو من در نرم افزار فتوشاپ، ایلستریتور، افتر یا هر نرم افزار دیگه‌ای وارد بکنم، دقیقاً همون رنگ کد اصلی لوگوم رو خواهم داشت. و اما کد اثبات. کد اثبات که برای بسته‌بندی ها و چاپ های حرفه‌ای استفاده میشه به ما کمک میکنه که لوگومون در چاپ های مختلف کمترین اختلاف رنگ رو هم نداشته باشه. با انتخاب یک کد رنگ اثبات مثلا از دفترچه پنتن میتونیم دقیقاً همون سطل رنگ رو از کارخونه تهیه بکنیم و توی چاپ یا کارهای دیگه مورد استفاده قرار بدیم. من یک پالت رو در هماهنگی با رنگ اصلی لوگوم انتخاب میکنم. روشی که خود من دارم اینه که بستگی به اهداف برند یک رنگ رو در کنتراست یا هارمونی با رنگ لوگو انتخاب میکنم و 1 یا 2 رنگ خنثی هم در کنارش میذارم. اینطوری پالت رنگ من انعطاف خیلی زیادی داره و در جاهای مختلف میتونم خوب ازش استفاده بکنم. سعی میکنم حداقل لوگو روی 2 تا از زمینه‌ها با رنگ اصلی خودش گذاشته بشه و روی رنگ‌های هم که ناخوانا هست لوگو رو به صورت نگاتیو نشون میدم. اگر به موضوع خاصی در زمینه طراحی لوگو یا هویت بصری علاقه دارید یا سوالی در این زمینه دارید با من در میون بگذارید. توی ویدئوی بعدی راجع به بقیه صفحات شناسنامه با هم صحبت میکنیم. ممنون که با ما بودید. اگر به طراحی لوگو علاقه‌مند هستین میتونید مطالب مرتبط با این ویدیو رو در کتاب من طراحی نشان دنبال کنید. این کتاب رو میتونید از سایت نشر نظر یا از کتاب فروشی های معتبر تهیه کنید.